تخت خواب دو طبقه در ماینکرافت یه دونه تخت می‌ذاریم و روش دو تا بلاک می‌ذاریم و حالا روی این دو تا بلاک هم یه دونه تخت می‌ذاریم و بلاک‌های زیرشو می‌کنیم و یه دونه فاصله میدیم و یه بلاک می‌ذاریم و پله هم می‌ذاریم براش که بره مثلا به طبقه بالا. و حالا اینجا رو با ترپدور می‌پوشیم از هر طرف، هر ردیف، یعنی 3 تا می‌ذاریم. تا من می‌ذارم شما لایک و سابسکرایب کنید. حالا یه ردیف زیر تختم ترپدورامون رو می‌ذاریم. اینجا رو یه دونه بالا می‌ذاریم، یعنی واسه بلاک بالایی ترپدور رو می‌ذاریم، نه پایین. اونی که بسته شده من باز کنم. یه دونه اینجا بریر می‌ذاریم و یه دونه هم اینجا می‌ذاریم و یه دونه هم اینجا و روش شم می‌ذاریم. حالا وقتی شم گذاشتیم جلوش یه دونه ترپدور می‌ذاریم و ترپدور رو می‌بندیم و همینطور برای بالایی.